بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های اشک و لبخند خوش آمدید. در این برنامه با کمک شما عزیزان به 60 خانواده نیازمند 3 قلم مواد ارتزاقی خریداری می شود و در جریان برنامه به فامیل های نیازمند کمک خواهد شد. سپاسگزاری می کنیم از سلام برسم وطنای عزیز. ما فعلا در مندوی کابل هستیم و گرچه مشکل هم داریم، وطن دوست فعلا هم در بستر مریضی است. برش دعا کنیم خداوند پاک صحت کامل بتش. دیگه امروز سلیم جان مظلوم در پشت کمره قرار داره، همکاری میکنه ما را و گرچه وظیفه رسمی هم داره. خب هر صورتش آمدیم باز در مندوی کامل که مندوی کابل که یک تعداد مواد ارتزاقی را خریداری کنیم برای هموطنان عزیز ما که نیازمند هستند، در شهر و بازار مصروف کاربار هستند، مثلا موچی است یا بایسکل ساز است، هر کسی که مستحق بود بر اونا یک مقدار مواد خوراکی را تقدیم کنیم. و سوژه امروز ما قسم است به خاطر از اینکه وضعیت شهر و بازار هم خراب است و شما هم پیام میکنین که نزدیک هموطنان عزیز ما قرار نگیرین. ما میخوایم که هموطنان عزیز ما غافلگیر بسازیم. همین دوستای ما که جوالی است فقط میرن موسه قلم مواد کارت روغن برنج است پیش رویشان میمونه و از پیشش میرن. ببینین بعد از او عکس العمل هموطنان ما چی است تا آخر ما را یاری کنین. ما دیگه میریم بخیر که میجا صحبت کنیم همراه دوستای عزیز. سلام علیکم قاری صاحب، خوب هستی؟ بخیر؟ جانک جوره؟ تو بگی یک 3 قلم مواد جور کردی برنج بغلانیت بته یک 60. دوستای عزیز اینا 2 روز گذشت از روز که ما خریداری کردیم در هر چیز 200 300 1.5 تفاوت آمده. دولت خواهش ما می است من حیث یک جوان که جلو از امی قیمتی را بگیره، اینام دیگه مجبور هستند که به من قیمت بفروشن. خودم میگم که از دولت تقاضای من نیست. بله دولت محترم تو یک ذره کمک کرده مردم که غریب 2,19,600 3 قلم اجازه است. خب دوستای عزیز ما 3 قلم مواد خریدیم که جمله شد چقدر؟ جمله شنوشته نکردینی؟ 2,19,600 1870 روپیه فی بوریار خریدیم، 870 روپیه فی بوری برنج خریدیم و 920 روپیه روغن 10 لیتره بشکه‌ای است. نه؟ آهسته آهسته کارها آغاز می شود و همه کارها در حال انجام شدن. جور هستیم چه گپات 60 دانه دوستای عزیز 60 بوریارد پورا شد. 2 شتر است درجه 1 با چی نوشته کرده آرد درجه 1 که اول سلامت، یعنی به سلامتی شما می افزایه. حالا میریم بخیر به طرف دکان دیگه که اونجا برنج است و روغن از بار میکنیم. 60 بوریارد تکمیل شد. دکاندار ما رفت و بیادر کل چیز به ما سپرد میگه خودت میفهمی و کارت. ما هم دیگه بیادر یک چیز میکنیم که در جان مردم نمیزنیم، قیمت بالا نمیگیم، 1 روپیه 5 روپیه قلال میگیریم، زیاد نه. همی که خبر بیادر آمار مرض کرونا بالا میره، باز خدا خیر بده بعضی دکاندارا را که در هر چیز 200 تفاوت میاره. ما تو نمیکنیم استاد جانا 1 5 روپیه 10 روپیه تفاوت میاریم، زیاد نه دیگه. باز که خریدار نیست، پیسه که نباشه که خریدار ها کاکا نه کرای دکان یارا کشیده گپ میزنیم دیگه. تیل و مالیه و بیادر گاز و برق کلش کشیده 10 روپیه.
و چه خوشایند است ریختن این عرقها که برای خدمت به هم نسلشان می‌ریزند. خب دوستای عزیز، ما هم یک لیست ترتیب دیدیم، دوستای کمک کردن. امیر ما به خانش میگیرم. سالم هاشمی از سیویز مبلغ 61500 افغانی روان کردن. خانم فرزانه پوپل از ملبورن استرالیا مبلغ 68500 افغانی روان کردن همراه خانوادهشان که دوستای ما باز در اخیر برنامه بر شما معلومات مختصر روی صفحه اسیب جان استانگزای خواهد داد. جنرال صاحب عبدالاحد و خانم ایشان که مریضی قلبی دارن گفتن هموطنای عزیز ما را بگوین که به خاطر صحتمندی ما دعا کنن. 72150 افغانی اونا روان کردن. خداوند پاک خیرشان بده. حدیف یوسف عبیدی از لندن مبلغ 18000 افغانی روان کردن و 19500 یکی از هموطنای ما تخلصش میگیرم به نام غنی گفتن نام مکمل مرا نگیرن. تشکری میکنم از 5 هموطن ما و از فامیل پوپل که از استرالیا برای ما مبلغ 68500 افغانی را روان کردن. کار از بخش خریداری تمام می شود و حرکت به سوی نقاط مختلف شهر کابل تا فامیل های نیازمند را یافته و مواد خریداری شده را تسلیم آنها نماییم. و این هم پیسه است که مانده پیش ما، باید پول جوالیا را هم بتیم و همچنان کرای موتر و بعض مصارف دیگه که میشه. اگر باقی مانده باز در جریان میمانیم شما را. قربانتان. با عزت باشی. باش که یک ذره پیسه را ما تا بالا کردیم، باید همین دستکشا را اگه اجازه تان باشه تغییر بتیم که میگدم فلزات و دم پیسه و یا تقریبا زیاد وقت میمانه و این را باید نتر بگیرن که اظهار سپاس و امتنان داریم از آقای سالم هاشمی که از سوئیس که مبلغ 61500 افغانی را برای خریداری مواد خوراک به نیازمندان ارسال کرده بود. از بانو فرزانه پوپل و خانواده پوپل که از استرالیا مبلغ 68500 افغانی را ارسال کرده بود. از آقای جنرال عبدالاحد و خانم ایشان که دچار مرض قلبی هستند و مبلغ 72150 افغانی را برای کمک به نیازمندان ارسال کرده بود و از شما طلب دعا کرد. از آقای حبیب یوسف عبیدی که از لندن مبلغ 18000 افغانی را ارسال کرده بود که نخواست نام مکمل وی گرفته شود، مبلغ 19500 افغانی را به این برنامه کمک کرده بود که مجموع مبلغ کمک شده در این برنامه 2,39,650 افغانی می شود که از آن جمله 1,12,200 افغانی 60 بوری آرد خریداری گردید و مبلغ 54,600 افغانی هم 60 بشکه روغن 10 لیتر خریداری گردید و مبلغ 52,200 افغانی هم برنج برای فامیل های نیازمند خریداری گردید که مبلغ مجموعی 2,19,600 افغانی می شود. این مرد ترمیم کار بوت است. او از این کارش لقمنان برای خانوادهش تهیه می کند. چشمان و جسم خسته‌اش در انتظار کمک شما بود. بعد از رسیدن کمک شما به این پیرمرد در چهرهش جشن از خوشی ها و ناگهان دست به دعا بلند می کند. وضعیت نابسامان این پیرمرد هم نمایانگر ناداری و خستگی روزگارش است. با گفته او امروز آه قلبم شنیده شد و تنها ترین چیزی که در قبال این کمک برای ما هدیه کرد دعای نیک این پیرمرد بود. این شخص هم از ناچاری و ناتوانی و معیوبیت که دارد جز انتظار در کنار سرک چیز دیگر انجام نمی دهد. او به احترام این حس نیک کارمندان برنامه با یک پا
از جا برمیخیزد و دست به دعا میکشاند. این هم دشوارترین لحظه برای کارمندان برنامه بود. این مرد که تمامی جسمش معیوب است باز هم دنبال یافتن لقمه‌نان حلال برای خانواده‌اش است. با دیدن کارمندان کمک رسان دست به دعا میکشد و چهرهش با وجود اینکه معیوب هست اما لب به خنده میگشاید. اینجا هم مردی که در کنار سرک خطر مرگ را به دوش گرفته است و با 5 یا هم 10 افغانی میخواهد برای خانواده‌اش کار کند. او از شما سپاسگزار است. اینجا هم مرد با نبود سرمایه باز هم نماد عدالت را الگوی خودش ساخته است. به همین ایمان قوی وی خداوند کمک انجام شده شما را برایش میرساند. او با گرفتن این کمک قناعت کرده او به سوی منزلش حرکت می کند. اینجا هم ترمیم کار بوت دیگره که در جاده و پیاده روهای خالی از مردمان دنبال لقمه‌نان هست، ولی خداوند بزرگ همه صداها را شنواست. این مرد هم از روزگارش شکایت دارد. میگوید تنها 20 افغانی امروز کار کرده است. 20 روپیه کار نکردیم گشنه هستیم. اونو بیا خانه ما رو سعی کو. در کجا کار میکنی کداشی؟ از ترس بیمار شدن به کرونا نیمه تنش را حفاظت کرده و قسمت از بدنش را برای یافتن لقمه‌نان به خطر انداخته است. این پیرمرد هم با ترمیم بایسکل‌های شهروندانش مصروف خدمت به مردم می شود. وقت کمک های شما را در جلوش می بیند لبانش مملو از تبسم می شود. الهی بلار از زمینی آسمانی از من اسلام گم کنه. الهی 70 خیر پیش کنه بروی اسلام. این نمیره ببر بخ. این هم مرده که تمامی سرمایه‌اش همین یک بکس کاریش است. ما کوچه به کوچه، جاده به جاده دنبال نیازمندان هستیم. حالا هم میخواهیم متعجب بسازیم. دست بالا کنو خدا هر کسی که بالا رو وای دعا میکنه بچین چو کنیم چیزی. برو پناهت به خدا، برو خانه برو. بیا بخیر. این کلبه ویران و فرسوده هم نماد از زندگی غیر نرمال او هست.
با دیدن چهرهش بعد از کمک های برنامه گمان میکنیم او به تمامی آرزوهایش رسیده است. این مرد در گوشه از شهر خودش را با وسایل کاریش مصروف کرده است تا باشد روزش این گونه به دور از رنج و فریادهای اطفال گرسنه‌اش بگذرد. این پیرمرد هم در یکی از جاده‌های کابل با سن بزرگی که دارد دنبال لقمه‌نان هست. بعد از اخذ کمک مردمان عادی شهر هم دست به دعا باز می کنند. سلام علیکم، مانده نباشید. این هم تقدیر امروز این خانواده. کمک های شما امروز نصیب این مرد برای خانواده شد. دستان رنج دیده این پیرمرد به سوی آسمان برای دعا به شما برخاسته است. تیم سروی این برنامه خبر دریافت کردند که خانواده‌ای که سرپرست ندارد آنها مواد کمک شده را برای این دکان که همسایه آن خانواده است تسلیم می کنند. حالا هم پاهایش بسیار ناتوان شده است. رنج و عذاب زندگی او را دیگر به پا خستن نمیگذارد، ولی کمک های شما برایش توانایی مبارزه با زندگی را میدهد و دست به دعا میکشد. این مرد 73 ساله هم در تلاش مبارزه با فقر و رنج روزگار با دریافت کمک های برنامه شکرگزار از خداوند و سپاسگزار از کمک های شما می باشد. در گوشه شهر کابل اطفالی که مسئولیت یافتن نفقه به خانواده هایشان هستند. این زمان برای بازی ها و تعلیم دادن آنها است، ولی آن را صرف یافتن لقمه‌نان برای فامیلشان ساخته است. او با گرفتن این کمک قلباً رویش را طرف قبله و دستانش را به آسمان بلند می کند و برای خداوندش در حال شکرگزاری و نیایش است. این جوان هم که دیری از جوانیش نگذشته است حس می شود از پای راستش معیوب است. بعد از پرسیدن حال او دیده می شود که او در این حالت هم دنبال کار است. قدم های استوار او الا یافتن همین کمک شما بود. او از روزی که خداوند برایش عطا کرد هیجانی شده و پای دیگر او هم در این هنگام ناتوان شد و تسلیم به اراده حق. اینجا هم می شود بازار کارداشت از ناتوانی و روزگارش تصویر حکایت می کند. یگانه هدیه مردم برای شما و برنامه دستان پرمهر دعای این هاست.
اینجا هم مردی که با یک پای معیوب درد دلش را با یک بودوس حکایت می کند. دیدن این تصویر اراده بزرگ و مبارزه شدید او را با روزگارش نشان می دهد. درد و نفس‌های سوخته این جوان ما را واداشت تا صدایش را بشنویم. او قصه ای از دختر کوچکش می کند که 7 سال عمر دارد و 4 روز می شود غذا نخوردند. موتر خود سوارش کردیم آوردیمش اینجا، گفتی دختره که چند روز میشه نخوردیم. هر روز میشه که مونو دختره که تست جانم ده بچه و دختر مستک. درد این خانواده در چشمانش حس می شود. نزدیک به شام می شود. آیا این پیرمرد می تواند امشب نان به خانوادهش با این دهوانی تهیه کند؟ بله، با کمک شما عزیزان حداقل 1 ماه نیازمندی وی تامین شد. این مرد هم با دستان خالی تصمیم دارد به خانه‌اش برگردد، اما کمک شما عزیزان باعث هدیه یک تبسم به تمامی اعضای خانواده این مرد می شود. نه بته داییدم تا اینجا. چند بوجیار داری در خانه؟ باور کنم یک کمک اگه گرفته باشم. نه وکیل میشستم در خانه کرایی، پیش وکیل رفتم میگه تو بیادر خانم یک کفام بگی من ندارم. این خدا سر یک دعا کو، یک دست بالا کو، خداوند پاک خدایا بدر کلگی مؤمن مسلمان جان جور بده ما را این مرض از سر ما دور کنه. الهی امین. این مرض خداوند از سر ما دور کنه، کلگی مؤمن مسلمان به پناه. شاید تا حال نتوانسته است پول به دست بیاورد. کلبه فرسوده این پیرمرد و انتظار او به مشتری اما روز تا کنون پایان نیافته است. این مرد هم یکی از مهاجرین قندوز است. او در اثر اصابت موشک طالبان زخم شدیدی برداشت و حالا در کابل از ترس شدت جنگ در حالت ناگوار زندگیش را ادامه می دهد. کسی کمک نکنه. الهی امین. و خیر باشی پدر. آمین یا رب. دوستان عزیز، ما در صدد از این هستیم کسایی که واقعا مستحق از کار نمیتونن، مشکل دارن دیگه، کسایی که معلول باشه، معیوب باشه، کارگر نداشته باشن، ما برای اونو کسا میتیم. او برادر ما معیوب بود، زخمی بود و پدرجان کارگر نداشت و هم دیگه اون غرفهش کلش که میبینین زیاد بیارز 3000 افغانی. تا کاکا از او زیاد نمیشه. اگر نه خود توزیع مواد بسیار آسان است برای ما. باز هم چشمان ناامید و جسم خسته با دیدن سردار و کمک های شما چشم از خستگی به خوشبختی باز می شود و لب به خنده باز می کند. خانه را بگی برو دیگه ایرا خو دیگه نبیایی 20 روز نبیایی که باز ما میایم چیزای تا میبرم. صحیح است؟ اینجا هم منتظر کمک های اهالی یک منطقه، اما چه کسی فریادهای این مادر را بشنود؟ این مرد
از طفل 3 ماهی یکی از دامادانش حکایت می کند. می گوید پدرش در نیروهای ارتش قبل از دیدن طفلش در نبرد با طالبان شهید شد و حالا هم بیوزن و طفل 2 ماهش را او نگهداری می کند. بیوه کده خودت یه شلایش کرد، دیگه یه شلایش کرد، دکتر شوالی بود. نه گریختن رفتن از خلاص نخوان. این داستان کارمندان برنامه را واداشتند تا از طفل کوچک دیدار نمایند. حال دخترکت شماست؟ دخترکت ماست، طفلک شمال بکن، طفلشون نشون بچک. دختر برده اینجا ماینه خانه. ماینه کنه، یک تاوی داشت، گیری میکنه. حیران هستم به دربار خدا. ولی همیاله گفتم ما این فروش میگم که بیا اینو بخره که برم برای دوا بگیرم. یعنی یقینا نبرد میگم خدا خود میبینه. اگر شما نمیبینه الله میبینه. نه دیگه تو دایرش سفید بیادر چرا دروغ بگویی؟ یک آدم مجبور نباشه ولی دان خدا واسه. خدا متکنی. من یک دفعه اینجا گفتن اینجا آجی عظیم‌الله کمک میکنه. میتونی آجی سکتازی کمک کنی؟ گفت کمک ها خاله خلاص. ببر خیر است. بگو خیر چرا قرنطین کردن که بیادر؟ یک چیز به نام خدا خوبتون نبره. اینی کوچه پیشتر پیش میپایه. بیا بگو بیبی بیادر. خانه غریبا رو ببینید. یتیمکا او را گفت شفخانه برده کدام مریضی داشت. هم دخترک شب بکشه اگر از توان ما چیزی بود یک پول و نقد هم برشان میتیم از همی کمکایی که دوستا کردن که پیسه دوا و یایشان شوه. میگه ما در جستجوی کسایی هستیم که واقعیت نیازمند هستند. لالا خوب هستیم؟ او جا دیگه شو برده شد نه. بعد از مرگ پدرش پیدا شد. ای کاکاهایش رفت پیش رای خود. و بیادر تو میفهمی دخترت. هر جایی که باشه با خدا که پیش رئیس جمهور هم برامت نگه که بیادر بیاد چرا. او دو تا طفل جکسن نمیشه پیش گفت بگم ما چیز نمیگم. ایره خدا ای چند ماست پدر جان؟ ایره خدا گردنم بسته میکنه. 2 ماه خود 2 ماه بعد از شفاخانی را بیبرفی پیدا شده. بعد از مرگ پدر پیدا شده. پدرش در افغانستان شهید شده در قندار در ولسوالی نیج دادنش. بعد از مرگ پدرش پیدا. خدا تو را خیر بده که تو غیرت کردی دخترت. نگاهش میکنم گدایم کنم به خدا نگاهش میکنم. اما که حال شما را دیدم. علیکم مادر جان خوب هستیم؟ خیرتیست قربانتون. ما در خدمتتان هستم پدر. ما در خدمت هستم. انشاءالله ما باز خانه را دیدم میایم. انشاءالله می بیویتانه. ما دروغم نمیگم. خدا خیرت بده مادر جان. انشاءالله ما در خدمت هستیم. ایران بگیرین ما یک مقدار پولم برتان میتم خیر امو را بتین برامو. خود دخترک تان هرچی که کدن سعیست. خدا تو رام خیر بده که ببینین این طفل که هنوز پدر نمیشناسه. سرپرستم، رهبرم، پدرم را چگونه شهید کردند؟ آیا خبری از وی دارید؟ مادرم در چه حال است؟ این فریادهای ساکن مرا میشنوید؟ من و مادرم چگونه زندگی میکنیم میدونید؟ پدرم در راه دفاع از وطن و طبق امر شما مبارزه کرد. چهره پدرم چگونه بود؟ صدایش در گوشهایم زمزمه می کند. او را تا حال ندیدم. خط داد دوشا بستر کردیم دوشا دیگه گریفت تو شماز کنم سعی که سیروم تیز شده ایران بانی برش سینه بغل بود نکو دیگه پدر جان آزارش نتی خیره که خوام بود. اینی وضعیت زندگی ما از خدا خانه تان خراب کنه که چی کنم پدر نه مقام ها یا ششتین از مردم از حالش خبر نداریم. باوری چی؟ دیگه مقصد که داره ای تو نمیده که میخومردی 6 ماه میشه که ما شما حالا نجده بید ده اردو بود ده پولیس بود
در اردو دولت سالی نیست خداش ششم ماه اگر تو پیش شده باشیم به خاطر وطن جان خدا داد جان خدا داد. اینی کلان شو جل جلاله. فردا چی خواد گفت که پدر ما چی شد؟ ما در خدمت هستم پدر، هیچ چیزی که نشم از جیب خود انشاءالله براتون کمک اینه پدر جان این 10,000 پرم بگی به تسلیم دخترکت که خداوند قبطتان که جمع با عزت باشه، پروردگار ثوابتان کنه که شما غم یتیما رو میخورین خداوند غم شما رو بخوره، خداوند شما رو آرام داشته باشه. ما چی کنیم به حال که با کی بگوییم؟ 6,000 ماه شدیم ما چی کنیم؟ با کی بگوییم؟ چی کنیم 6,000 ماه شدیم؟ روزان ناجورستی برو بگیم میگم نه جور است. خدا خیرتان. انشاءالله ما در خدمت نمیار دروغان شما استفاده کنین کدام هم پیسه رو بر از اونا بسپارین. انشاءالله باز ما میایم در خدمتتان هر چی کمک بود سندرتان میخوریم که لال محمد است، لال جان لال محمد است. علاج کرده فاضل بی قابل بای میگردم یک کوکوش دکتر شوالی سای نه به خدا که ما ترجیح برسیم نگویم چرا امیده خود نگاه کنیم من نگاه میکنم خدا روزی رسانه است. بشک ما یک خدمتگار هستیم، ما پیش رب العالمین اما یک ثواب است میگیم ترخوش کرد چی که بلغه میشه. خدا خیرت بده. هیچ خداوند پاک در نمیمونه. این خداوند شما بر از می برابر کرد. بالکل شما را به می برابر کرد که نیتیم خدمتش کنین. خیر ببینید خدا کتون خوبی کنه. اگر نه ما کجای نمیل والله رفتم برم ببینم که در کدام دواخانه است یتیم کجا ورده چی رقم خوشد. خدا کریم است پدر. بوی شیرین این کودک خوشایند و دوست داشتنی است. این طفل با مهربانی هزاران آغوش پرمهر بزرگ می شود، اما پدرش را نخواهد دید. بی پدر پدر خود هنوز ندیده. یا کلان شود چی خواهد گفت. از این هم سوال خواهد کردن که پدر ما چی شد و یا بگوین که پدر در راه وطن خود قربانی کرد. 6 ماه میشه که از پول پدر از ایره نمیته که نه اگه شو باته خدا کنه دیگه برای گفتن خانه واده کردن هم نشد، زمین واده کردن میریم هم نشد. تو پیش چمن میریم اونجا میگه امروز صبح فلان نموره یک کسی لمبر بیا چه وقت بیاییم از برای خدا نکنیم این رای وطن پدرش از دست خدا داد چه 6 ماه میشه؟ 6 ماه میشه پدر این تفلکش بگی پدر جان خدا برات نیک سالی کلانش کنه. زنده باشی لالا جان. خداوند پاک دیگه. یک پله چای خریدی قربانت. زنده باشی. یک دست بالا کن اونجا بگو خدا هر کسی که کمک کرده کمک میکنه. پروردگار عالم ثوابش کنه. خداوند عالم بی بچه و چیزش نکنه. آرام باشی پدر جان. خداوند که تو خوبی کنه. تو کسا گرفت کنه بلند منطلایش هست. هیچ گفته نمیدانه قربان جان دانه ما پت است. ما دیگه بابا. باز هم عذاب وجدان میکشیم و شرمنده این گونه اطفال هستیم. شاید یعنی پیشتون بیا خواهدیم باش که بری شب خانه برم بسترش کنم. این تو تو داشت اینی می دلک خدا دمی 3 روز تو میده. او چند سال است پدر؟ خب ترک است 1 ساله شده. 1 ساله دخترک است که سعی کنی باروازون مردایتان برو. بر ما اجازه است پدر جان. قربان با عزت باش. خدا حافظت. بخیر باش. خداوند که شما خیلی خیر بگید. غم غریبه میخورین، غم بیچاره رو میخورین. زنده باشی پدر. غریب بیچاره هستی. خیر ببینید. با عزت باش. خداوند شما را آرام داشته باشه که یتیمان آرام باشد. قربان پدر رفتیم خدا حافظت. تو از دان باغ چی میکنی جم؟ این چاقا کسی لا امید خدا فهمید پیسه 70 روپیه کار کردیم اینا صد کلیام کلش مایده 5 یا اینی 2 روپیه کار میکنیم پیسه 5 تا نان حال اولاد ما برای ها این یک چاقا که ما سعی کردیم فهمید تو قرنطین نیستی؟ قرنطین بودیم به خاطر حال اولاد برآمدیم ما به در اولادها چی بخوره قربانت شو
اولاد چی بخوره؟ حالا به خانه میره میگه 5 تا نان بیار. نان نباشه چطور کنی؟ پس کار نباشه در حالا میگه دولت از طیاره ده بوجی گندم در خانه انداخته، خبر نداری؟ قربان تو که تو والا خانه شما نامده؟ نه دیدیم لالا میدیدیم اگه از پشت تو دانه باغ تا اینجا نمی اومده. ها بیار برم لالا پرت دم ریکشا پرت و بیادر که ببره خانه. نمیبره اینا رو نمیبره. نه این میدایتون بگی نگویی که بچه خداوند عزت بده. بله ده همیشه سرفراز باشه. با عزت همین روی تخلص که ما ببینم کدام جای دیگه باز ما را گپ ندی. نه بیادر نمیگه که میگیرم خرچ 2 ماه 1 ماه ما پس است. قدمی گزاره کو دیگه گون شوله بخونه. پرت بر از یام دم باش. کجاست پشت آمده؟ سعی که ماما را خیر ببینم. دعا کن ماما دعا کن. او شوری دعا کو بگو خدا خیرت بده. لا 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 لا. پرت پرت. حالا تو دادان باغ مرا چی رقم دیدی؟ دادان باغ هم موچی. پس که پدر جان پس که قربان. باغ هم موچی را که دادی مام دویدم گفتم خدا اگه نصیب کنه خدای پاک فهمیده اگه در نصیب دان باغ سایکو چل ستون سایکو قصد دالمان. تا اینجا را دویده. اگه کس مجبور نباشه ولگ از خانه دویده روی مجبوری خداوند پاک سرفراز داشته باشه تان. خداوند پاک مکت الله شریفه نصیبتان کنه. در این روز که دست ما را گرفتین خداوند دست شما را غیبی بگیره. الهی امین. خداوند پاک اینجا من داشته باشه. خداوند پاک هر کس کمک کرده در این روز خداوند پاک هزاران چیز ده حالش ده مالش ده اولادش خداوند برکت بده. خداوند پاک عزت نصیب ما کنه. خیر ببینید می خرچ 1 ماه ما شد بس از خانه تان آباد ایت نمیبریم از خانه. مقصد ده کدام چارایی کردم سر نخوری دیگه. دیگه لالا خیر ببینید خداوند برکت. برو پناهت به خدا تل برسانه تا خانه. بیار میره بان برشان بیار. این میار دروغن یارا بگیری مادر ببری خانه خو. خدا جان جور بخیر. بیا. اینجا بیا اینجا میتمت بیا. یکی دیگه هم بیار برای مادر. اینی طرف مادر بستاد چی اینجا نه یکیش از تو خو آرد برن روغن دستمال مفروشی؟ بیادر جانی دستپاک است. از اینجا تا اونجا پیاده میری؟ اینا که در شام تا نکن مدرسه کمر دردی ماششتر خیسته نمیتانم. یعنی اینا نیم که فقط که بشینی که پا خیسته نمیتانی. خودم من مریض هستم. یه میاره خفای کنم کل شاوله کده. نه کل کده یکی. من میگم نان چای چیزا اینا بیا برو در خانه ما برو باکی یاردم میاد که میدوی تا بگی سفیده بزنی. نی وضعیت ما سن یک مادر ما صبح بر اومده 5 بجه است تا بال و نان نخورده و اینی را کار میکنه. تو خودت چی کار میکنی مادر؟ از تو ما میاد در کجا مفروشین باز؟ میادیم خانه تو میگشته میریم. در خانه؟ این یکی از تو یکی از او سعیست؟ هر دوی تا نگده خانه است یک شپس میبرم من. نه چند تا اولاد داری؟ من خودم 3 تا دارم از این پدرکش چیز تا شل در جای است. پدر از این؟ پدر شل در جای است موجود است. ما یک موتر برتان میگیرم ببرد تا اونجا را سعیست؟ جور بتیتان خداوند همین تاکسی را گپ بزن یک دفعه. چرا جان کوکو؟ پدر چی کار میکنه؟ بیکار است در خانه. تو بر آمدی به خاطر کار؟ کلوچی چند نفر کارگر از خانه؟ یک خدمت حالا یک بوجیارت بتیمت خوش میشی؟ دلتان چرا؟ 10 نفر. چند نفر؟ 10 نفر. بگی کراچی تا جان کاکا بیا. ها نه دیگه موتر میه. ما یک کار میکنم مادر جان شما را کرای موتر میتم. هر دویتان بگیری بره بخیر سعیست؟ این این میره بگی دیگه تیل موتر یاست که باز کم نشه همین میشه. خدا امروز خدا راسته که شاید صرفا آوار کردم هم تو دوایت میکنم بیادریه خداوند تعالی میگم قبطت کس موتر بگیری بار کنه بره بخیر سعیست؟ بیا بچه جان بیا. دویده باش که اول اجازه شو بگیریم. آستا کجا میبری را؟ کوچه لندری آمده. این از اونجا آمدی؟ چی رقم دیدی ما را تو؟ دم پیش مارکت کار میکنم و کاکا گفت برو کتم اینجا کمک. خب چند نفر هستین در خانه؟ 10 نفر هستین در خانه. 10 نفر. پدر چی کار میکنه؟ بیکار است پدر. کی کارگر از دیگه؟ یک بیادرم از این مستری کار میکنم و بیکار این قرنطینه. در خانه آرد دارین؟ در خانه
چه کار داره؟ هیچ. کار میکنم میبرم نان در خانه. نان خشک میبری؟ نان خشک میبرم. کارت ندارین دیگه. ایده گرفتی دیگه تا 20 روز اینجا نبینم دیگه. صحیح؟ برو پناهت با خدا. نفت بشکگک نفت امورا برای صحیح جور کو پدر. سلامت باشه نیام بگی بیادر که این از کجا پشت محمد خداوند تلفن و دکتران اگه من میگفتم عمل کردی من امروز با میگفتم دکتران اگه من عمل من میام با خدا ما پیسه تیلا پورا کنیم محترم مردم اگه نمیگید فهمیدی دکتران اگه من از خودت چی رقم است اجاره است یا با خدا خانم پرس اجاره است اگر دروغ بگیم ما الله پیرما فروشی باز این است نو بشک والا نیاز کی است از ماست؟ از ماما حق مکو که او بیادر خواهی کاکای نبر تو آورد برای من آوردن چی رقم حسابه ها؟ خدا میلم یک نیم نمی کنی کدما؟ قربانت یک دست بالا که یک دعا کو بگو خدا هر کسی کمک کده کمک میکنه خدای پاک هست کنم خدا هر جا کم محیط کنه خدا در دنیای کن خوب کنه دنیای کن الهی امین یایتان بگی اویتان بخیر فلکش طرف خانه بله دیگه نمبرایی تا که قرنطین خلاص نشده صحیح؟ صحیح کجا میری بخیر؟ خدا قلعه وزیر بیا لیورس که استاد محترته بگی بیادر امیره پرتنده منجا بیار یک بوجیار ده برای استاد بته کاکا چیزای تا گرفتی؟ بیشی راز خانه برو دیگه خواه کمک ما کنی بچه با خدا نهار داریم در اوکان داریم نفرین داریم به چیه؟ این ملکای خاقه نانو را جمع کردی؟ چی کنی بچه ما یادو رسیم الله پیره میبری بر تفلکا دیگه؟ هفت نفر هستین؟ هفت نفر اولادم خودم مردکی کارگرتان کی است؟ کارگر یه چیزی که بچه کار ما سرویس بیکار موترشویی میکنه نال بیکار در خانه افتیده بچه ما کجا کنیم خانه گفتی کجاست؟ چرقلا بچه خواه بچه شیرینه دگروال چه بیا کم لیورس کنم میخواله را منجا ببرم چیزایشم خدا وسیله کنه بچه لای ایمان بچه تا با عزت باشی مادر اینه مادر یک برنج یک روغن یک دانه آرد از خودت خو دیگه شما از نفر دیگه دریور دیده میبره خو یک روغن یک برنج یک آرد از کس دیگه سی دگروال صاحب دیده آدرس داده ما میبره اونجا تا میکنه صحیح نه دیگه ازی بود نبرایی تا یک 10-20 روزه دگروال صاحب جای خود دیدی نه برام خانم باز تسلیم که از خیرت صحیح بره بخیر باشی قربانت لالا آتی اولادات چیز کار آتی اولادات گفتم کراچی داره در خانه اونه خواسته دیگه قرنطینه کجا برای در خانه چی خزار داره؟ چی خزار یه با خدا که یک پوارد داشته باشم یک گوجیره میگه خانه پیشه؟ نه در این دم هستن میشه خانه تو رو بگیره؟ بیا بر 1000 دفعه ببین خب از این که ما شما کار ما زیاد از خاله میگه خانه ما را ببینین دیگه اگر مشکل نباشه چرا یک آدم از خانه خود بر خدا اینا با خدا معلوم است که غیر اونم باده پیر ما کارگر دارم دیگه من ندارم اینا باور که با خدا اینا
که من غیر اونم بابی پیر دیگه من کارگر ندارم. چند نفر هستین در خانه؟ 4 نفر. 4 نفر. کارگر هم بابا است؟ کارگر اونم بابا است. بابا و هم دیگه قرنطین است کلگی دیگه؟ قرنطین است. خب یک دو بوجیارد خدا خانه داشته باشی؟ با خدا که میگم اگه لیسار داشته باشم باور کت میرم یادم میرم در نان با یا نان یخ من میکنم که ارزان بته؟ که ارزان بته. میره که بتم دیگه انشاءالله بیغم میشه؟ میره که بته دیگه من پاچا میشم دیگه. بیار تا که یک قلم تا که بیادر بیا بته امره. بیا مادر بیا. در تاکسی موری یا در زرنگ موری؟ زرنگ خیلی ما پیسی تاکسی را بیا بشین. خود تو اینجا بشی خب؟ کل مومن مسلمان به تاثران بته. آمین یارب. اظهار سپاس و امتنان داریم از آقای سالم هاشمی از سوئیس که مبلغ 61500 افغانی را برای خریداری مواد خوراک به نیازمندان ارسال کرده بود. از بانو فرزانه پوپل و خانواده پوپل که از استرالیا مبلغ 68500 افغانی را ارسال کرده بود. از آقای جنرال عبدالاحد و خانم ایشان که دچار مرض قلبی هستند و مبلغ 72150 افغانی را برای کمک به نیازمندان ارسال کرده بود و از شما طلب دعا کرد. از آقای حبیب یوسف عبیدی که از لندن مبلغ 18000 افغانی را ارسال کرده بود که نخواست نام مکمل وی گرفته شود، مبلغ 19500 افغانی را به این برنامه کمک کرده بود که مجموع مبلغ کمک شده در این برنامه 2,39,650 افغانی می شود که از آن جمله 1,12,200 افغانی 60 بوری آرد خریداری گردید و مبلغ 54,600 افغانی هم 60 بشکه روغن 10 لیتر خریداری گردید و مبلغ 52,200 افغانی هم برنج برای فامیل های نیازمند خریداری گردید که مبلغ مجموعی 2,19,600 افغانی می شود و مبلغ 10,000 افغانی هم به طفل بازمانده نیروهای امنیتی پول نقد تحویل داده شد. مبلغ 3,000 افغانی هم پول کارمندانی که مواد را انتقال می دادند. مبلغ 1,000 افغانی هم پول نقد به خانم هایی که پول به خاطر انتقال مواد خوراکی نداشتند. مبلغ 500 افغانی هم پول نقد به جوانی که در برنامه با وی مقابل شده. مبلغ 3,000 افغانی هم کرایه باربری و مبلغ 1,500 افغانی هم کرایه موترهایی که برای انتقال مواد به خانواده ها به اجاره گرفته شده بود. مبلغ 1,000 افغانی هم مصارف کارمندان و مبلغ 500 افغانی هم دستکش و ماس خریداری گردید.